چی میتونه بهتر از این باشه که بازیگر مورد علاقت یه انسان واقعی باشه؟ فکرشو بکن، بازیگری که اینقدر برات محبوبه یه آدم مهربون و دوست داشتنی باشه و کلی خصلت‌های خوب داشته باشه. حالا اگه کنجکاوید که خصلت‌های خوب بازیگرای مورد علاقتون رو بدونید و بیشتر عاشقشون بشید، این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. برای دیدن دنیایی از مهربونی بازیگرای محبوب ترک همین الان روی دکمه عضویت کانال یوتیوبی لنز بزنید و تا آخر این ویدیو رو ببینید. شماره 1 کرم بورسین. کرم که این روزا با بازی توی فیلم تو در خانه‌ام را بزن تو اوج محبوبیتشه، یه پسر قوی و با پشتکاره که برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری زده. از شرکت تو کلاسای بازیگری گرفته تا رانندگی توی شرکت خدماتی. کرم یه پسر اجتماعی خانواده دوسته تا اونجا که عاشق خرید رفتن با مادرشه. این پسر پرطرفدار اصلاً اهل قضاوت کردن دیگران نیست و هیچ وقت یه طرفه به قاضی نمیره. اون عاشق همدلی کردن با مردم و درک کردن احساسات دیگرانه و با این اخلاقشه که تونسته خودشو تو دل همه جا کنه. کرم برای خانواده‌اش وقت میذاره و در برخورد با دیگران احترام رو اولویت خودش قرار میده. دیر عصبانی میشه و یه حامی واقعیه. کرم قلبی پر از احساسی داره و یکی از رمانتیک ترین مردای سینمای ترکیه است. شماره 2 کنان ایمیرزالیوغلو. کنان که یه جورایی قیصر سینمای ترکیه است، یکی از سوپر استاراییه که همیشه سفرش برای آدمای بی‌بضاعت پهنه. شاید خیلی با این چهره کنان آشنا نباشن، پس واسه اون دسته از طرفداراش باید بگم که کنان یه انسان واقعیه که بی‌منت به نیازمندا کمک میکنه و همیشه دستی توی کارهای خیرخواهانه داره. با شروع ماه رمضان سفره افطارش رو توی زادگاهش آنکارا و 7 روزه دیگه برای فقرا و بی‌بضاعت‌ها باز میکنه. اون هیچ وقت از قربونی کردن تو عید قربان و پخش کردن گوشت اون بین نیازمندا هم غافل نیست. علاوه بر اینا کنان برای کمک به کودکان مبتلا به لوسمی هم توی یه تبلیغ شرکت کرده. اون به قدری فروتنه که نمیخواد از این کارهای خیرش کسی با خبر باشه. اما مگه اینجور خبرایی میشه از زیر دست خبرنگارای همیشه در صحنه ترکیه در بره؟ شماره 3 مریم اوزلی. این بازیگر خوشچهره که اسمش دوباره با خبر بارداری دومش سر زبون افتاده، یه مادر مهربون و تمام عیاره. اون یه زن صادقه و اهل نقش بازی کردن نیست. همیشه بدون ترس همونطوری که هست خود واقعیش رو به بقیه نشون میده. سال 2014 یه خانواده ثروتمند مبلغ 500,000 یورو رو بهش پیشنهاد دادن که توی یه مهمونی شام شرکت کنه. اما اون این پیشنهاد رو رد کرد و گفت فقط به شرطی شرکت میکنم که این هزینه صرف انجمن حمایت از کودکان بشه. البته که اون خانواده‌ام به شدت از این شرط استقبال کردن. مریم یه حس شوخ طبعی هم داره و همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه. شماره 4 کیواش تاتلیتوغ. کیواش که از یه خانواده فقیر به دنیای بازیگری وارد شد و تلاش پدرش توی موفقیتش تاثیر زیادی داشت، برعکس نسلیهان هیچ وقت خانواده‌اش رو رها نکرد. کیواش معتقده که با همه آدما باید با عشق و احترام رفتار کرد. اون همیشه حامی کودکان بی سرپرست و بیمار بوده و با شاک هم اونو توی این مسیر همراهی کرده. کیواش گاهی چیزایی با ارزشش رو به نفع کودکان بی سرپرست به حراج میذاره. نمونش فروش ساعتش برای یونیسف. شماره 5 دمت اوزدمیر. دمت خنده‌رو و خوش اخلاق که پشت اون چهره شاد و از 7 دولت آزادش
یه دختریه که بچگی سخت و فقیرانه‌ای رو گذرونده، یکی از مهربون‌ترین بازیگرای ترکیه است که به شدت احساساتیه و از ناراحتی دیگران دلش میگیره چون اصلاً تحمل دیدن مشکلات بقیه رو نداره. اون همیشه آماده کمک به بقیه است و تا دستمزدش رو میگیره سر دست به کار میشه. دمت همیشه سعی میکنه دعواها رو بخوابونه. دنبال کینه و انتقام هم نیست. نمونش رفتار کاملا محترمانش به بی‌احترامی‌های جانیامان به خودش بود. انقدر از خود گذشته است که زندگی و حتی ازدواجش هم به خاطر خانواده‌اش تحت تاثیر قرار گرفته. دمت عاشق بچه‌ها و دوستدار حیواناته و شدیداً خشونت علیه زنان اونو ناراحت میکنه. با این اوصاف میشه گفت دمت یه خانم تمام عیاره که دل خیلی‌ها رو برده. نظر شما چیه؟ شماره 6. ادا اجه. این بازیگر زیبا و شوخ در واقع یه بمب انرژی متحرکه که خنده رو به لبای همه میاره و هر جا که میره همه رو با شور و نشاط و انرژی مثبتش تحت تاثیر قرار میده و شیفته خودش میکنه. ادا معتقده وقتی خوبی و خنده هست دعوا و مشاجره چرا؟ ادا همیشه دست به خیر داره. برای تولدش کمپینی برای حمایت از بیماران سرطانی راه انداخت. اون با این دیدگاهش تونسته همیشه رابطه خوبی با عوامل پشت صحنه داشته باشه و یه جورایی همه عاشق کار کردن با اونن. ادا که پر از خصلت‌های خوبه همیشه دوست داره باعث پیشرفت بقیه بشه و تا جایی که از دستش برمیاد از اطرافیانش حمایت میکنه و بهشون کمک میکنه. اون یه گوش شنوا داره تا به درد و دلای بقیه گوش بده و باهاشون همدردی کنه. اون عاشق طرفداراشه و بهشون احترام میذاره و سعی میکنه اونا رو بفهمه. شما بگین مگه میشه عاشق این دختر نبود؟ شماره 7. باریش آردوچ. باریش یکی از اون آدماییه که با شخصیت عالیش، لبخند جذابش و استایل فوق‌العاده‌اش کلی طرفدار دو آتیشه داره. این پسر انقدر خوبه که حتی شهرتش هم نتونسته اخلاقش رو عوض کنه و مثل سابقه یه آدم خونگرم و رفیق بازه و هنوز با دوستای بچگیش در ارتباطه. اون برخلاف خیلی از آدمای معروف خونه لوکس نداره و کلا تو خط پول و ماشین و اینجور چیزا نیست. چون اصلاً به مادیات اهمیت نمیده. اون یه آدم صادق و روراسته که اهل دروغ و دغل و دختربازی نیست و اینجور آدما جایی تو زندگیش ندارن. در واقع این پسر یه پکیج کامل از خوبی هاست. تازه چیزی که اونو بیشتر از همه محبوب قلب‌ها کرده اینه که باریش سفیر خیرخواهی انجمن زندگی بدون سرطان در ترکیه است و توی انجمن‌های خیریه زیادی فعالیت داره و تا حالا هم کمک‌های زیادی براشون فرستاده. اون همیشه در تلاشه که آدم خوبی باشه چون معتقده که آدم خوب خود به خود دوست داشته میشه. خلاصه بگم که هر جا حرف از کار خیری میشه سر و کله این پسر دوست داشتنی هم پیدا میشه. شماره 8. برنساد. برنساد آرومه و خیلی راحت میتونه آرامش رو به دیگران منتقل کنه. دوست داره بین بقیه صلح برقرار کنه و از حاشیه سازی برای دیگران بدش میاد. برنساد هم مثل هر زن دیگه‌ای بزرگترین ترسش ترس از آزار و اذیته که فکر کنم با بازی قشنگ و به یاد موندنیش تو فیلم فاطمه گل اونو کامل با گوشت و خونش حس کرده. به همین خاطر یکی از حامیان حقوق زنانه و تو هر فعالیتی که مربوط به حقوق زنان باشه شرکت میکنه. تا جایی که حتی دستمزد 100,000 لیری همکاری با برند رکسونا رو به زنان پناهنده اهدا کرد. خلاصه بگم که واسه حقوق زنا از هیچ کمکی دریغ نمیکنه. شماره 9. بوراک دنیز. بوراک یکی از اون آدماییه که نباید از روی ظاهر قضاوتش کرد. چون برخلاف ظاهر سرد و مغرورش یه بازیگر خونگرم و دوست داشتنیه و با همه خیلی صمیمی برخورد میکنه.
اون خیلی علاقه داره که بشینه با صحبت‌های بقیه و با جون و دل به حرفاشون گوش بده. شماره 10 ابرو شاهین. این دختر صاف و صادق با اون موهای فرفری زیبا اصلاً اهل ریاکاری نیست و این خصلت رو دوست نداره. اون توی حرکت انسانی از هوادارا و نزدیکانش خواست که برای تولدش هیچ هدیه‌ای براش ارسال نکنن و به عنوان هدیه به بنیاد زندگی بدون سرطان کمک کنن. جالبه بدونید که با این درخواست تو مدت زمان کمی هواداراش 10,000 لیره جمع‌آوری کردن و به این بنیاد کمک کردن. واقعا قابل تقدیره. ابرو اراده قوی داره و برای رسیدن به خواسته‌هاش خیلی تلاش میکنه. شماره 11 ازگه گورل. ازگه مدل و بازیگر زیبای ترکیه یه دختر شاده که سعی میکنه زندگی بی‌حاشیه‌ای داشته باشه. اون به پایداری روابط خیلی اعتقاد داره و از دید اون عشق چیزی نیست که امروز بیاد و فردا بره. عشق یه چیز با ارزشه که باید ازش نگهداری کرد. ازگه به شدت مهربون و باگذشته و اونو همیشه در حال فداکاری کردن میشه پیدا کرد. البته دیگه تو این خصوصیت خوب یه جورایی از اون ور بوم افتاده و معتقده که فداکاری بیش از حد برای هیچ کسی عاقبت خوبی نداره. من که 100% باهاش موافقم. شماره 12 سونگول اودن. این بازیگر علاوه بر این که با هنرنمایش تو نقشای متفاوت تونسته خودش رو تو دل هواداراش جا کنه، با کارهای خیرخواهانه‌اش تونسته به عنوان سفیر صلح و فرهنگ بلغارستان هم معرفی بشه. اون یه بازیگر پرجایزه تو سینما و تلویزیون ترکیه است که به شدت طرفدار حقوق زنان و کودکانه، تا جایی که توی یه پروژه تو خاورمیانه با موضوع عدم رضایت از کشتن زنان و کودکان فلسطینی هم شرکت کرده. شماره 13 هلال آلتین بیلیک. هر وقت اسم هلال وسط میاد، اولین چیزی که به ذهن همه میاد چهره همیشه خندون و قلب مهربونشه. هلال این بازیگر زیبا که همیشه سعی میکنه از حاشیه‌ها دور بمونه، هیچ وقت خنده از روی لباش پاک نمیشه و با مهربونیاشه که دل همه رو برده و یه عالمه دوست صمیمی داره و برای دوستی ارزش زیادی قائله. اون شخصیت آروم و ساکتی داره و از دروغ گفتن و دروغ شنیدن به شدت بیزاره. هلال به معنای واقعی یه دختر باباییه و به قدری رابطش با باباش قشنگه که همه بهشون حسادت میکنن. شماره 14 چاغاتای اولسوی. این بازیگر جذاب که بین جوونا طرفدارای زیادی داره، از طرفداری پر و پا قرص حیواناته، چون به نظر اون عشق به حیوانات باعث مسئولیت پذیر شدن آدما میشه. صداقت یکی از ویژگی‌های اخلاقی اونه و با اینکه هیچ وقت نمیتونه احساسات خودش رو بروز بده، اما عاشق سورپرایز کردن و خوشحال کردن عزیزاشه. همچنین چاتای خیلی دست و دل بازه. به نظر شما این خصلت برای مردا ایدئال نیست؟ شماره 15 آیبوک پوسات. آیبوک خیلی دلسوزه و بین رفیقاش به خوش اخلاقی معروفه. برای طبیعت، برای آدمای اطرافش، برای در و دیوار دلسوزی میکنه. این دختر مهربون عاشق حیوانات و محیط زیسته و چند تا حیوان خونگی داره. اون همیشه نگران رها کردن حیوانات و زباله‌ها توی طبیعته و واقعا نمیتونه اینطور رفتارایی رو درک کنه. خب اینا بازیگرایین که هر کدوم تونستن خودشونو به یه نحوی توی دل مردم جا کنن. بازیگر مورد علاقه شما چطور؟ با نظرها و کامنت‌های قشنگتون ما رو حمایت کنید تا هر روز با یه خبر جدید شما رو شگفت زده کنیم.